یه گربه دیگه هم اینجا داریم. باقالی. اسم من سوگله. من امسال 30 ساله شدم و در آغاز 30 سالگیم شروع کردم به یاد گرفتن چیزایی که خیلی دوست دارم، مثل پیانو. البته هدیه تولد گرفتم. یا دیدن خواننده مورد علاقم مثل هری استایلز و حتی آوردن یه پت جدید. تو سال جدید من یه پت جدید رو آداپته کردم. این اسمش کوکیه. من عاشق حیوانام، عاشق گربه هم و سگا. یکی دیگه از چیزایی که خیلی دوست دارم نگاه کردن به آسمونه. خیلی حس خوبی بهم میده. نمیدونم، نگاه کردن به آدما، رفتاراشون و حیوانای بامزه، سگای بامزه که با هم بازی میکنن. این ناناه. من بعضی وقتا توی خونه بهش میگم باقالی. 4 سالشه و اولین گربه منه. من عاشق پاریسم. پاریس رو خیلی 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 دوست دارم، ولی زندگی کردن توش رو اصلا نه. یا مثلا پل الکساندر که راه رفتن روی این پل رو خیلی دوست دارم. حس اشرافی بهم میده. میدونین که من 6 ساله که فرانسه زندگی میکنم و الان تاریخ هنر میخونم. خیلی خوشگله. یکی از الان تا 2 تا اتاقشو بهتون نشون دادم. این اتاق دومی از اتاق لویی 14، ولی یه 5 تا اتاق پشت سر گذاشته. تاریخ هنر تو رو به فکر فرو میبره. نگاه کردن به تابلوها، به آثار هنری. کلا هنر رو خیلی دوست دارم. انگار هنر، حالا شاید این جمله خیلی کلیشه‌ایه، ولی هنر انگار با من عجین شده. نمیدونم، ازشون الهام میگیرم، ازشون احساسات میگیرم. یکی از جای مورد علاقم هم که دارین الان میبینین کاخ ورسای. من عاشق کاخ ورسای هم و داستانهایی که توش هست. کتابای زیادی راجبش خوندم. اینجا نوشته سالن مخکور. همین آقاییه که حالا توی تابلو نشوندم. همین آقاییه که توی تابلوه. نمیدونم کی بوده، وای نستم کامل بخونم، ولی اتاق خواب اونه. بچه اینم ماری آنتوانت و بچه‌هاش. خوشگل بودن بچه‌هاش. بچه سمت راستیه، چه خوش. یکی از کارهایی که امسال شروع کردم به یادگیری رفتن به مدرسه رقصه. مدرسه باله در واقع. من خیلی همیشه از کودکیم دوست داشتم باله کار کنم، ولی هیچ وقت فرصتش نبود، یا توی ایران هیچ وقت فرصتش نبود. ولی اینجا شروعش کردم. آره، خیلی حس خوبیه. این کلاسی که دارین میبینین کلاس بغوسل بهش میگن، که حالا بعداً راجع به باله با هم بیشتر توی ولاگام حرف میزنیم. ولی بغوسل یعنی همون بار روی زمین، چون که ما وقتی که ابتدایی هستیم کنار بار یا همون میله‌ای هست که بالریانا توی کلاس میگیرن، همون چیزی که الان بالای پای منه، به میگم با بار میرقصن آدما. واسه همین بغوسل به کسی که خیلی ابتدایی باشه کمک میکنه به بدنش که بتونه به بدنش فرم بده، شکل بده و حرکات باله روی زمین خیلی صحیح تر میتونه انجام بشه. یعنی اگر که شما ابتدایی باشی، اول باید 7 ساعت در هفته فقط بغوسل کار کنی و 2 ساعت در هفته ایستاده برقصی، چون که رقص این شکلی نیست. یعنی به خصوص باله میدونیم که مادر همه رقص هاست، واسه همین خیلی نیاز به یک بدن آماده داره. برای همین باید اول با باله روی زمین شروع کنی، یا همون بغوسل یا بغتر بهش هم میگن، هر دوتاش یکیه، تا بتونه اون بدنتون حالت رو بگیره. Voilà, et le tire et appuie ici, voilà mieux. Et enfin au maximum quand même. Et allonge ton pied au sol. Tu sens ou pas? Oui. Faut que quand tu fasses ton retiré, ton bassin il reste placé et que regarde quand je fais mon retiré, si je plie ici, je resserre. Moi je veux que tu pousses ton bassin et que ça étire tout ton quadrille. Oui, ça tire aussi. Parfait. یکی دیگه از چیزایی که خیلی خیلی توی باله اهمیت داره باز کردن 180 درجه است، چون خیلی از حرکات چه از پاتو بیاری از جلو به سمت بالا، چه از عقب، چه از کنار،
ما به 180 درجه نیاز داریم. واسه همین یکی از کمکایی که بغسل میکنه همینه که تو بتونی 180 درجه باز کنی، چون به بدنت انعطاف میده و به بدنت اجازه رها شدن و کش اومدن میده. یه چیزی تو مایه های پیلاتس خودمونه، ولی خب یکم حرفه‌ای تر و سخت‌تر، یه جورایی شکنجه است. Oui, vous pouvez relâcher. Donc on va faire l'exercice comme d'habitude, ouvre, flexe-toi, ramène et allongé, flexe-toi, mais on va le faire aujourd'hui sur le dos. Du coup, je vous montre une fois. Nana. Nana. سلام. پیپی. سلام. یکی از کارهایی که توی زندگیم به انجام دادنش افتخار میکنم و مایه افتخار منه آموزش زبان فرانسه به بچهای توی ایرانه. ما ایرانی‌ها خیلی اهل زبانیم و خیلی پایه‌ایم واسه زبان جدید یاد گرفتن. واسه همین این یه فرصتیه که من ازش دارم استفاده میکنم و دارم به ایرانی‌های توی ایران زبان فرانسه تدریس میکنم و الان تقریبا نزدیک به 4 ساله که دارم به طور حرفه‌ای زبان فرانسه درس میدم و خب زبان فرانسه جزئی از منه، بخشی از زندگی منه و تدریسش بخش مهمی از زندگی منه، چون کار منه، کار تخصصی منه. من گرفتن و خوردن چجوری صرف میشه؟ je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. خب پیامدهای زندگی سعی کن خیلی اتفاقا برو بخوری. که سوگل رابطه جنسی با آرش خب راضی هستی؟ تو اگه یه زن سنتی ایرانی بودی این رد فلگ بود. ولی الان رد فلگه. نه نبینی؟ یعنی یه خطای قرمزی رو تو بیا صورتیش کن برای خودت، صورتی ملایم. هرچی بتونی تو زندگیت خط قرمز هم داشته باشی روانت راحت تره. یعنی این خط قرمزی که شخصی باشه، نه خط قرمزی که شخصی. نه اون که حریمه. حریمه همون با دیگرانت نسبت به خودت بند. آره واسه خودت. ببین مثلا تو به خودت بگی که مثلا من خط قرمزم اینه که مثلا چاق بشم. بعد یا میبینی مثلا تو کریسمس غذا میخوری، شیرینی میخوری، دعوت میشی، شراب خوردی، چی خوردی، 1 کیلو اضافه کردی. چه بلایی تو سرزنش سر خودت میاد. من این حالتو دارم. همونطور که اونجا دیدین من جلسه تراپی میرم. نمیدونم نیاز به توضیحه یا نه، ولی جلسات تراپی خیلی به من کمک کرد به شناخت خودم، به شناخت آدمای اطرافم، اینکه چجوری آدمای اطرافم بتونم هندل کنم، باشون برخورد کنم، بتونم آدم بهتری بشم، انسان بهتری بشم، با دوستام دوست باشم و از آدم ها مراقبت کنم. اینجا دیگه نیازی به صحبت نیست. میدونیم که من طرفدار پروپاگورس تیلر آلیسون سویفت هستم و she's my queen. یادتون باشه اول ویدیو گفتم که امسال شروع کردم به یادگیری. یکی از چیزایی که سالها بود
نیاز داشتم که یادش بگیرم زدن پیانوه. وای پیانو رو خیلی دوست دارم از وقتی که کوچیک بودم، ولی هیچ وقت فرصتش نشد که برم کلاس پیانو. انقدر کلاسای دیگه میرفتم، هیچ وقت فرصتش نشد. خیلی سخته ولی خیلی لذت بخشه، خیلی خیلی لذت بخشه. تو فرانسه پیانو یاد بگیری، باله یاد بگیری، زبان فرانسه درس، خیلی خوبه. خیلی برام یه حس استتیک خیلی خوبه دیگه. نمیدونم چجوری بگم، کسایی که پیانو میزنن، ساز میزنن قطعا درکم میکنن. خیلی لذت بخشه. این ساز خیلی زیباست، خیلی. من عاشق کنسرت رفتنم، کلا نمایش، کنسرت، اجرا دیدن. کلا ذهنمو باز میکنه، انگار یک دیدن اجرا روی صحنه، دیدن اینکه آدما روی صحنه اجرا میکنن، مثل نمایش‌های باله که همیشه هر جا نمایش باله توی نانت باشه من شرکت میکنم و میرم. کنسرتی باشه که علاقه داشته باشم شرکت میکنم میرم. نمیدونم، انگار ذهنمو باز میکنه، انگار بهم اجازه فکر میده، بهم اجازه میده که احساساتم رو اون لحظه منم بریزم بیرون و حسشون کنم و لمسشون کنم و بفهممشون. که نمیدونم، انگار احساس رهایی میده به احساساتم. نمیدونم چجوری بگم، توصیفش خیلی سخته واسم، ولی یه حس خاصی بهم میده. یه حس بی‌نظیری داره. انگار میشینی با تمام اون عواطف و احساسات و اون چیزایی که توی سرته نگاه میکنی، حس میکنی، میریزی بیرون. مثل جلسات تراپی میمونه واقعا. دیدن نمایش‌های باله، دیدن اجراهای موسیقی. حالا خب کنسرت فضاش فرق میکنه، ولی کلا حس خوبی میده. یکی از کارهای خوب دیگه ای که امسال شروع کردم، البته اینو قبل از 30 سالگیم شروع کردم. قبلا خب میرفتم و رفتن باشگاه به طور مداومه. یعنی باشگاه رفتن خیلی خوبه. ورزش کردن، خب میدونید من شنا میکردم یه مدت طولانی، ولی ورزش کردنم خودش تراپیه. یعنی از تنبلی درت میاره. یادم رفته دامنمو بیارم. دارم میرم کلاس باله. البته بعد از باشگاه
باله نیست، بغسله، یعنی باله روی زمین. ما امسال خونمون رو عوض کردیم و من شروع کردم به ایده پردازی و خریدن وسایل و چیدن خونم. این خونه رو خودم با تک به تک دستام چیدم. تمام وسایلی که خریدم همشون، خیلی هاشون البته، حالا همشون نه ولی خیلی هاشون یه تاریخچه‌ای داره، یه چی میگن، یه تاریخچه‌ای داره برای توضیح دادم که نزدیک کریسمس و درخت کریسمس و دیگه شیطونی گربه ها و این تابلویی که میبینین خودش، اینو قبلا توی یکی از ویدیوام دیدین البته، از یک بازارچه قدیمی خریدم. عکس خونه من پر از عکسه، یعنی هر لحظه میتونی وایسی یه جاشو نگاه کنی. هر عکسی هم یه خاطره قشنگی توشه که میتونم بشینم برای هر عکسی خاطراتمو تعریف کنم. حداقل بیای خونه من حوصله‌ات سر نمیره، چون میتونم برات کلی چیز تعریف کنم، کلی حرف بزنم و معاشرت کردن با آدما رو خیلی دوست دارم. خیلی هم آدم معاشرتی هستم. میبینین عکس‌ها رو خدایی. گیاه هم که خیلی دوست دارم ولی خیلی نمیتونم داشته باشم بخاطر گربه. و همچنین وینیل. بچه اون وینیلی که دستگاه وینیلی هم که دیدین، من شب تولدم از دوستام هدیه گرفتم و یکی از بهترین هدیه های زندگیمه دستگاه وینیل. من خیلی وقت بود خودم میخواستم بخرم ولی دیگه دوستام زحمتشو کشیدن و برام دستگاهشو خریدن و منم رفتم شروع کردم به خرید انواع و اقسام وینیلا. از تیلر شروع کردم تا برسیم به خواننده‌های دیگه. البته وینیل یکم گرونه کلاً ولی خب ارزششو داره، من واسه موسیقی پول میدم. بچه اینو یادتونه کوچولو بودیم بازی میکردیم، از یه مغازه پیداش کردم که این دایره ها رو باید بندازی توی این سیخونکی ها. شمشیرشیه. اینجا هم که دیگه دکور منه، تابلو و دیگه همین. Alors là, dégagez. Alors vous allez vraiment penser à appuyer demi-pointe et pointe, demi-pointe talon en avant, forcer demi-pointe pointe.